زمین فساد جستجو نکن، در پی فساد فسق و فجور مباش. بیاید به قول پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم نظر بیاندازیم که چی نصیحتی میکرد به اصحاب. امام ترمذی و امام ابو داود حدیث روایت میکنند، از بس که متنی که امام ابو داود آورده است پرتر و کاملتر است، همون به متن ابو داود اکتفا میکنیم. عن ابی جریح جاء بن سلیم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام یا رسول الله. جابر بن سلیم که از اعراب است میگوید وقتی که بار اول پیغمبر خدا را دیدم به من گفتند که همین محمد صلی الله علیه و سلم همین کس است. نزد او رفته میگوید و به او سلام عرض کردم که علیک السلام یا رسول الله. مرتين 2 مرتبه همین را تکرار کردم. قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت. حضرت گفت علیک السلام نگو، علیک السلام تحیه مرده ها است. قل السلام علیک، بلکه السلام علیک بگو. آداب سلام دادن به او عربی حضرت آن نشان داد. قلت انت رسول الله، میگه نزدش آمده با تواضع گفتم تو رسول خدا هستی؟ باری اول میدیدش. قال انا رسول الله الذي اذا اصابك ضر فدعوته کشفه عنك. بله گفت من رسول پروردگار هستم که وقتی که بالای یک مشقت و مشکلی میآید، وقتی که به عجز بیچارگی دست ادعا برداری، همون دشواری و مشکلی را از سریعتر رفع میسازد، دور میسازد. و اذا اصابك امر سنة فدعوته انبتها لك. و چند سال خوشسالی میآید در ملک تو که زمین دیگه علف نمیبرد که چارپاهای تو چرا مؤلفه. وقتی که دست دعا به سوی او میبرداری باران رحمت نازل میکند تا اینکه از زمین همون گیاه میروید. و اذا كنت بأرض فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها إليك. وقتی که تو در یک بیابان قرار داری و شتر را گم کردی، دیگه ماندی زار و مستن، شتر را که تمامی توشک و زاد راحلت هم در همون شتر بسته شده بود، وقتی مستن ماندی و با التجا و گردن خم دست به دعا برداشتی پیشش، همون شتر از برای تو پیدا میکنه. من پیغمبر همون خداوند هستم. وقتی این سخن گفت جابر بن سلیم به او مراجعه کرد که یا رسول الله ای احد الیه، گفت با من عهد پیمانی ببند، امر با من بفرما که با هم عمل کنم. قال لا تسوبن احد. حضرت در جواب گفت اولا کسی را دشنام نده. همین دشنام دادن فساد است، فسق است. خدا دشنام دهنده ها را دوست نمی‌دارد. خدای کامل جنت شد از برای فاحش و تفحیش حرام قبول کرده است. ببینید اول سخنی که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و سلم به او فرمود لا تسبن احدا، کسی را گفت دشنام نده. قال جابر بن سلیم فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا. جابر بن سلیم میگوید قسم به خدا بعد از اون که با پیغمبر خدا عهد کردم دیگه یگان کس دشنام ندادم، نه غلام و نه آزادم، نه شتر و نه گوسفندم، حتی همین مخلوقات خدا را حیوانات بیزبان دشنام ندادم. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا تحقرن من المعروف شیئا. گفت از کاری نیک حسنه یگان چیز در چشمت باید کم ننماید. همین کاری اندک باشه اگر از منفعت حاصل شود تو را کم نشمار. ولا تحقرن من المعروف شیئا و ان تکلم اخاک و انت منبسط الیه وجهک این ذلک من المعروف. اگر چند گفت وقتی که با یک برادر صحبت میکنی، یک برادر با سؤال به تو مراجعت کرد، لااقل چهره تا اشاده بگیر، کاش قبل نکن به سوی او. همین چهره را اشاده گرفتن با برادر مؤمن صحبت کردن هم گفت امر معروف است، کار خیر است، در عوض او تو ثواب میگیری.
چنوانه که نگیره خود گره مباش، ابرو کشاده باش چه دستت کشاده نیست. لااقل خدا تو دستی کشاده نداده است، ابروها تا کشاده کن. وقتی که کسی به تو مراجعه کرد خوش طلاق آویزان نکن. ورفع ازارک الی نصف ساق فإن ابیت فإلی الکعبین. حضرت فرمود ازار تا کانیمه ساقت بلند برزن، ازار بردار. در زمانهای پیش مؤمن از غیر مؤمن به همون ازارش میشناختن که مؤمنان ازارش از کعبین از بجلک بالا برد. حضرت همه اعرابی امر کرد که ازارت تا میانه ساق بردار، اگر ایبا کنیم شرم نداری لااقل تا کعبین بردار، تا بجلکای پاتا بردارش. و ایاک و اسبال الازاری فإنها من المخیلة و این الله تعالی لا یحب المخیلة. گفت زینهار احتیاط کن، بسیار شیمی دراز نپوشی به زمین کشیده بروی، زیرا کمی اسبال ایزاری دراز پوشیدن نشانه تکبر است. حال آنکه خداوند تکبر دوست نمی‌دارد. در حق تکبر صحبت‌های طولانی با شما کردیم، از این خاطر هیچ احتیاط به گفتنش نیست. امروز ببینید جوانای ما وقتی که شورتیک مادهش همش شورتیک پوشیدن، بدبختا امر پیغمبر بود که همین ایزاراتون لااقل تا کعبه تا بجلک برداره کسی رعایت نمیکنه. در نظرشون همون بیزید به تو. اگر همین روز ما در قلب تا همون بجلک شما نیسته که چپ نشان بدم شیماشو تو از بجلک شما راست همه به همون شکل دیواز بپوشن. از این بدبختی از این فاسقی زیاد میشود. مادام که دعوای امتی محمد میکنی تو با فرموده او عمل کن، تو با پیغمبر تقلید کن، تو با بزرگای دین تقلید کن. این گروایی به تقلید غم چی معنی داره؟ و این امرؤ شتمک و عجرک بما یعلم فیک فلا تعجره بما تعلم فیک. اگر نما با گفت یگان مرد ترا دشنام حقارت داد، ترا عیب گرفت و چیزی که در وجودی تا هست، یگان نقصان و کمبودی داشتی و تا عیب گرفت، اگر چنده که او خودش ما عیب و نقصانی از تو زیادتر داره تو او عیب گیری نکن، پناه شو به خدا کن. فانما وبال ذلک علیک. پس جزیره است که گناهی عمل در سر او میافتاد تا صاحب ثواب میشد، تا صاحب خیر میشد. ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب خودش را نصیحت میگفت، همه به خاطر آن بود که فساد پیشه نکنند. زمین خدا جای فساد نیست. خداوند تمام این نوش نعمت برای ما مهیا کرده است، پس به همون فساد رو آوردن چی معنی دارد؟ امروز هم کورنمکای بهبسرای کوردینای یافت میشوند که در معرکت تمام این نوش نعمت نفسشون گذاشته شده است، با لعنتی ها میل به سوی شراب میکنند، میل به سوی پیلا میکنند، نعمت خدای تعالی را گویا هیچ نمیشمارند. انشاءالله اینا عذاب خدا خواهند دید، در همین دنیا پروردگار خواه ذلیلشون میکنند تا اینکه از برای دیگر مسلمانان نمونه عبرت باشد. این الله لا یحب المفسدین. و درستی که خداوند فسادکارا را دوست نمیدارد. وقتی که به قرآن نظر میکنیم اکثر آیات قرآن قصص قوم‌های پیشینه است. اکثر قوم بیش از 3000 آیت قصه قوم‌هایی که قبل از ملت اسلامی گذشته‌اند می‌رود که چی نوع سرکشی کردند و خدای تعالی چی نوع اونا را مجازات داد. این به خاطر عبرت ما است، این پند نصیحت ما است. فقط کان فی قصصهم عبرت لاولی الالباب. خداوند می‌فرماید پس به تحقیق در قصه این خلق‌ها عبرت است از برای صاحب خردها، تا اینکه خود پیش‌پایی نکنند از رفتار و کردار اونا، از عذابی که بالای اونا آمده است خلاصه در کاری را برآورند، خود گمراه و ذلیل نگردند. خداوند متعال در ضمن سوره فجر قصه قوم عاد و ثمود میارد. استعیذ بالله الم تر کیف فعل ربک بعاد. آیا ندیدی ای محمد علیه الصلاة و سلام؟ آیا نشنیدی؟ آیا تو آثار این قوم ندیدی که چی عمل خدای بزرگی تو با قوم عاد کرد؟
قوم عاد یک قومی بودن که در تاریخ مثل اونا قامت بلندا، قوی هیکلا، شدید القوا نگذشته است. ارم ذات العماد. ارم بعضی از مفسران همچه یک قبیله از آه گرفتند، اما بعضی دیگرش میگن که این ارم همون موضع محلی است که قوم عاد اینجا عاد اولا در نظر داشته میشود. قوم حضرت هود علیه السلام در اونجا سکونت میکرد. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قوم عادی که قبیله‌ای که خلق نشده است مثل اونا در طول تاریخ بشر. هیچ قوم، هیچ ملت با اون بزرگی جوسا، با اون قوه جسمانی خداوند خلق نکرده است. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. آیا ندیدی که خدای تعالی به قوم ثمود که در صحراها سنگ‌ها را می‌تراشیدند از برای خود منزل آماده می‌کردند چگونه عذابی را نمودید؟ روایت می‌کنند این قوم ثمود بسیار قوی هیکل بودند، از کوه خرسنگ‌ها را برمی‌کردند، برای خود خانه درست می‌کردند. بعضی دیگر از مفسران گفتند که همون موضع خرسنگ‌ها را که مثل غار سوراخ می‌شد از برای خود خانه و مکان تیار می‌کردند. اگر قصه عاد و ثمود راستی که ما مفصل‌تر بیان کرده نمی‌توانیم، برای که بحث متنگ است، از موضوع ما بیرون است. همین مقدار گویم کفایه است. الذین طغوا فی البلاد. اونایی که در روی زمین طغیان کردند، به سوی امر خدا خروج کردند، پیغمبرای خدا را انکار کردند، حرام خدا را حرام ندانستند. فصب علیهم ربک صوت عذاب. پس رضانی، پس نازل کن پروردگار تو بر بالای ایشان عذاب شدیدی را، عذاب سختی را. قوم عاد به باد کشت و قوم ثمود به یک صیحه و یک نعره همش کش کشتن و سنگ و بدن داشتن. فصب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. و درسته که پروردگاری تو در کمین است، از تمام رفتار و کردار بندگان خود با خبر است، همه را به حساب و کتاب میکشد. امام قرطبی مرصاد که در بسیاری تفسیرها به معنی کمینگاه آمده است، جایی که کمین می‌نشینند به معنی طریق هم استفاده آمده است که مرصد یا مرصاد به معنی طریق نیز می‌آید. و در ضمن یک حدیثی را روایت می‌کند، یک قولی را روایت می‌کند از حضرت عبدالله ابن عباس که از بس که به موضوع ما داخل داره انشاءالله او را میاره. فرمود حضرت عبدالله ابن عباس که این علی جهنم 7 قنات. بعد درسته که در بالای جهنم خداوند متعال 7 پول، 7 کوپوک عوض کرده است. برای آن که شخص وارد جنت شود باید که از بالای جهنم عبور کنه. این علی جهنم 7 قنات یسأل الانسان عند اولها عن الایمان. انسان بنده خدا در نزد پول اولش، هر پول به خودش دروازه‌ای دارد، وقتی که میآید اول از ایمان سوال کرده میشه. فإن جاء به تاما جاز الى القنطرة الثانية. وقتی که جواب این را داده تونست، وقتی که ایمانش تام برآمد، بعد از او اجازه داده میشه و او تا اینکه تا کوپوک دیگه ما بگوید. او آدمی که جواب گفته نتونست همونجا انداخته میشود در آتش جهنم. ثم یسأل عن الصلاة. بعد از او از نمازش سؤال کرده میشه. فإن جاء بها جاز إلى الثالثة. وقتی که جواب گفت نمازش خوب از آب در آمد، امتحان خداوندی را با سربلندی که جواب گفت، بعد از او اجازه داده میشود و او تا اینکه تا کوپوک سوم برود. ثم یسأل عن الزکاه. در نزد پول سیاه از زکاتش پرسیده میشود. فإن جاء بها جاز إلى الرابعة. اگر باشد که جواب سوال زکات را داده تانست، پس او اجازه بهتر تا اینکه تا پول چهارم روانه شود. ثم یسأل عن صیام شهر رمضان. در نزد کوپوک چهارم
از روزه ماه شریف رمضان پرسیده می شود. فإن جاء بگیرید جاز الى الخامسه، وقتی که جواب سوال رمضان داد که روزه خدا نداشت است واقعا، پس او را اجازت میدهند تا اینکه حرکت کنه تا پوری پنجم. ثم يسأل عن الحج والعمره فإن جاء بهما جاز الى السادسه، در نزد کفر پنجم او را از حجش و از عمرش سوال میکنند، کسی که قدرت توانایی داشته باشد. اگر که جواب گفته تا نیست، پس اجازهش میدن تا کفر ششم. ثم يسأل عن الصلة رحم، در نزد کفر ششم از صله رحم میپرسند که آیا احترام پدر و مادر به جا آوردی؟ آیا با خویش اقربای خود مناسبت داشتی یا نداشتی؟ آیا وقتی که یک قوم بیمار شد به عیادت او رفتی یا نه؟ فإن جاء بها جاز الى السابعه، وقتی که جواب این را گفت پس نزد پول هفتم میرود آخرانش. ثم يسأل عن المظالم، در نزد پول هفتم از مظالم سوال کردن میشود. مظالم مظلمه به معنی حق و حقوق‌هایی که یک برادر مؤمن در ذمه دیگری دارد، یعنی همون ظلمی را که مؤمن در حق برادر مؤمنش در دنیا روا دیده است. به این داخل میشود قرضی که ادا کرده میشود است. به این داخل میشود دشنام و حقارتی که به یک برادر مؤمن ما روا میبینیم. به این داخل میشود ضرب و کوفتی که یک برادر مؤمن را میکنه. حق و غیبت و حسد در حق برادر مؤمن همش در این مظالم و مظلمه داخل هستند. وای به حال اونه که مظلمه در ذمه‌اش باشد تا همون برادر مؤمن گناه او را عفو نکنه، خداوند عفوش نمیکنه. در ابتدا از حسناتش ترک میکنن، برای برادرش هدیه میکنن. وقتی که حسناتش تمام شد، از گناه از سیئات او برادر ترک میکنن و در نامه اعمال ایثار. امام بخاری روایت میکنند از ابو هریره رضی الله عنه قال النبی صلی الله علیه و سلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. حضرت رسالت پناه گفت هر کسی که یک حقی برادر در ذمه‌اش باشه در همین دنیا از او رهایی و نجات باید بیابد، دستای خود از او حلال کند. فإنه ليس ثم دینار ولا درهم من قبل ان یؤخذ لأخیه من حسناته، زیرا که در اونجا دیگر درهم و دینار نیست، از حسناتش برای برادرش بگیرم. فإن لم یکن له حسنات اخذ من سیئات اخیه فطرحت علیه، اگر حسنات نداشته باشه گناههای برادرش ترک میکنن در نامه اعمال ای بنویسن. وای به حالش. این الله لا یحب المفسدین، خداوند مفسدا را دوست نمی‌دارد. تمام همون قصه های قوم‌های پیشینه همه دلالت به همین میکنند. حضرت مولوی میفرماید باد را دیدی که با آدم چی کرد؟ آب را دیدی که در طوفان چی کرد؟ آنچه آن قابیل با آن پیل کرد، آنکه پشک کله نمرود خورد، آنکه سنگ انداخت داوود به دست، گشت 600 پاره و لشکر شکست. سنگ میبارید بر اعدای لوط تا که در آب سیه خوردند غوط. تمام این قصه ها از برای اولوالالباب، از برای شخصهای صاحب فراست یک درسی هستند از علم خداوند، زیرا که خداوند فسادکاران را دوست نمی‌دارد، زیرا که خداوند فسادکاران را به غضب گرفتار می‌سازد. چی جای آن که شخص باید برادر مؤمن را دشنام ندهد، باید عمل مفسده انجام ندهد. انسان باید بی‌ادبی در حضور خداوند نکند. این خدای بزرگ که ما و شما را خلق کرده است، تمام این نوش نعمت برای ما مهیا کرده است، احق است، حقدارتر است که از او شرف داشته شود. اما امروز ما چی می‌بینیم؟ در مساجد خدا بنده های خدا، حتی اشخاصی که ریشاش و سفید شده است، دشنام و حقارت به خود یک عمل مقرری به حساب. در مساجد خدا یک بنده خدا تحقیر کرده می‌شود و دیگران تماشا می‌کنند. گویا این بیت دخل نداشته باشه. از خدا شرم نمی‌داره، از غضب خدا اندیشه نمی‌کنه. خدای تعالی بنی اسرائیل و نصرانیان را به خاطر بی‌ادبی‌هاش و جزاهای مبتلا کرده است که والله که پشم بدن آدم را درجه می‌گیرد.
وقتی که میخونید. به خاطر چی؟ به خاطر ترک ادب. وقتی قرآن ببینیم، قرآن برای ما یک رهنمای بزرگ است. باید که بنده مؤمن از هر آیت جامعش قرآن عبرت بگیرد. خداوند متعال چگونه بنی اسرائیل منت به جانشون میگذارد که ای بنی اسرائیل، چرا شما بدبختی را پیشه کرده اید؟ چرا شما یاد نعمتهای مرا نمیکنید که چندین مراتبه ها شما را از هلاکت نجات دادم؟ چرا شما راه فساد را پیش میگیرید؟ حالتش که بنی اسرائیل در تیه، در بیابان در ماندند، گرسنه و حالش زار شد در بیابان که غیر یک چیزی نیست. خداوند از برای اونا طعام نازل کرد، من و سلوا نازل کرد. در قرآن عظیمشان پروردگار می‌فرماید استعیذ بالله و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای بنی اسرائیل، بر شما ما در حالت تنگی من و سلوا فرستاده. من چیزی بود مثل عسل شیرین، در بعضی کتب با نام ترنگومین ترجمه شده است، از جمله در غیاث اللغات، که هر شب به امر خدا او مثل شبنم به زمین می آمد. بالای خرسنگ‌ها بنی اسرائیل صبح همونا را جمع میکردن، از عسل شیرین‌تر او را استقبال میکردن. سلوا یک پرنده است که در بسیاری کتاب‌ها وقتی که ترجمه فارسیش میارن او را بودنه ذکر کردن که یک بسیار گوشت لذیذ دارد. هر بگاه می آمد بنی اسرائیل از همون پرنده ها به همون قدری لازمه می گرفتند و اونا را می کشتند و می پختند و استعمال می کردند. اما ببینید که بنی اسرائیل به ادبی را پیش کرد، همچنان که یک رفتار مقرری یهود است. خدای متعال در قرآن عظیمشان که حجت است از برای تمام بندگان خدا ذکر میکند. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد. و یاد بیاره وقتی را ای بنی اسرائیل که ادعا کرده که ای موسی ما فقط به یک طعام اکتفا نمیکنیم، برای ما فقط یک من و سلوا کفایتی نمیکند. فادع لنا ربک یخرج لنا ما تنبت الارض من بطنها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. گفتم تا دعا که خداوند همچنین از برای ما سبزوات و میوه‌هایی را که در روی زمین میروید فرود بیارد، مثل تره، سبزیجات، مثل فوم که بعضی از مفسران اون را به معنی گندم آوردند، بعضی دیگرش به معنی سیر آوردند، چسناک، مثل قصه که به معنی بادرین یا یک چیزی به بادرین شبیه هست، و از پیاز و از نسک و از همین چیزایی که در روی زمین میبراید. بنی اسرائیل دعا کردن که دعا کن که خداوند به ما نازل کند، به ما بفرستد. ما به یک طعام اکتفا نمیکنیم. حضرت موسی گفت اتستبدلون ما هو ادنی بالذی هو خیر. ای بدبختا گفت شما نعمت خدا را به یک چیزی پستر و کمتر که در تمام شهرها و در تمام ملک‌ها یافت میشود عوض میکنید. اینجا یک بشارت است. حضرت موسی اونا را تن میزنه که شما عبادت خدا را، عبادت پروردگارتون را به دنیا که در نزد شما جلوه میزند براق است عوض میکنید بدبختا. و ضربت علیهم الذلة والمسکنة. خدای تعالی اونا را به خواری و زاری و به فقیری گرفتار کرد. و باءوا بغضب من الله. و اونا به غضب خدا گرفتار شدند. سببش چی بود؟ سببش اصلا همین بی‌ادبی است. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبيين بغير الحق. ذلت و مسکنت بنی اسرائیل به خاطر آن بود که به آیات خدا کفر می‌ورزیدند و پیغمبران خدا را به حق، پیغمبران معصوم خدا را به قتل رساندند و کشتند. حضرت مولوی می‌فرماید از خدا جوییم توفیق ادب، به ادب محروم شد از لطف رب. از پروردگار ادب بجویه، زیرا که شخصی به ادب از لطف و مهربانی خدا محروم است. به ادب تنها نه خود را داشت بلکه آتش در همه آفاق زد. این به ادبای بدبخت آتش در آفاق میزنند.
بدی اونا بر دیگران هم سرایت میکنند که به سبب عیب و بی‌ادبی یک شخص یک طایفه گرفتار میشود. مائده از آسمان در میرسید به صدا و به فروخت و به خرید. خدای تعالی از برای بنی اسرائیل طعام میفرستاد، من سلوا میفرست به یگان عذاب و مشقت، نه خرید و فروش میکردند و نه زراعت میکاریدند. یک نعمت الهی بود که بخرید و به عبادت خدا مشغول باشید. در میان قوم موسی چند کس به ادب گفتند کو سیر و عدل است. یک گروهی از قوم موسی به ادبانه گفتند که ما فقط به همین من سلوا اکتفا کنیم، چرا به ما سیر و عدس خداوند نمیفرستد؟ منقطع شد خوان و نان آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. خداوند شاکران را دوست می‌دارد، شخصای ناشکری بنده را دوست نمی‌دارد. خداوند می‌فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم. ای بندگان من، اگر شکرانه نعمت مرا کنید، البته من در نعمت خود بر شما بیشتر و زیادی می‌افزایم. ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید. اما وای بها تو که اگر کفران نعمت کرده، اگر به حق این نعمت الهی نرسیده، در این صورت عذاب من بسیار سخت خواهد بود، هم در دنیا و هم در آخرت. گروهی از نصرانیان از حواریین به حضرت عیسی مراجعت کردند که ای پیغمبر خدا، نزد خدا استدعا کن تا اینکه از برای ما مائده بفرستد. ما اکثر حیات خدا به کار و زندگی صرف میکنیم از برای یک قوتی را یموت. اگر خداوند اما طعام از برای ما بفرستد، ما فقط به عبادت خدا مشغول میشویم، دل مشغول دنیا نمیگردیم. حضرت عیسی هم دست به دعا برداشت. قرآن یک قصه بسیار خوب برای ما ذکر میکند. استعیذ بالله قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء. حضرت عیسی دست به دعا برداشت، پروردگارا گفت نازل کن از برای ما مائده را، طعامی از آسمان، تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، که برای ما هنوز عید کردن برای اولی ما و آخری ما، از برای تمام قوم ما. و آیت لک، یک آیت باشه، یک نشانه اعجازی تو باشد پروردگارا، یک نشانه اثبات قول پیغمبری تو در وارزقنا انت خیر رازقین. پروردگارا گفت رزق روزی برای ما برسان، بهترین روزی دهنده ها تو هستی. خدای تعالی اجابت کرد. قال الله اینی منزلها علیکم. خداوند متعال گفت به درستی که من همون مائده را از برای شما نازل میکنم، ما با که تو دست به دعا برداشتی. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اما گفت وقتی که شما با چشم خود دیدید من چگونه مائده را از آسمان برای شما نازل میکنم، با وجود این اگر کسی از شما کفر ورزید، کسی از شما ناشکری بندگی کرد، آنچنان به عذاب گرفتارش میکنم که عالمیان مثلش ندیده باشد. امام ترمذی در جامع السنن وقتی که همین آیه شریفه را در کتاب تفسیرش میاره، از عمار بن یاسر رضی الله عنه روایت میکند که قال نبی صلی الله علیه و سلم انزلت المائده من السماء خبزا و لحما. حضرت رسالت الله گفت بر قوم عیسی علیه السلام از آسمان خداوند نان و گوشت میفرستاد. بعضی روایت‌های شاذ آمده است که نان و ماهی میفرستاد. و امروا الا یخونوا ولا یدخروا لغد. اونا را امر کرده شد از جانب پروردگار که خیانت نکنند، از برای پگه و پگه دیگه ذخیره نکنند، همون مقداری که شکمشون میبرد بخورند. خدای تعالی با ما نازل کردن و رزق کم نمیگردد. بعد حضرت میگوید فخانوا و ادخروا و رفعوا لغد. اما این بدبختا خیانت کردن، این نفس انسان یا قناعت پر میکنه یا خاکگو. چند روزه توششون بستن و به خانه آوردن که همون گوشت ویران شد، نانا پوپنک زد و بینه در نعمت خدای تعالی چگونه شک شقه دارد. فمسخوا قردة و خنازیر. بعد از اون به امر خدای تعالی
اون طایفه به خوکها و به میمونها مبدل نشه. خدا تعالی خود وعده کرده بود که با چنان عذاب مبتلاشون میکنم که عالمیان مثل شده دیده باشه. حضرت مولوی میگوید باز عیسی چون شفاعت کرد حق خان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز وقتی حضرت عیسی دست به دعا برداشت پروردگارم نعمت فرستاد، باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. با یک طایفه مردم مثل گداواری رومال پیشانی کرد. زله چیزی را میگن که به اجازه صاحب همون معرکه و طعام شخص در رومالش میپیچونه و میبره، مثل که امروز رسم شده است متاسفانه در میان مردم ما. لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است کم نگردد در زمین. حضرت عیسی هرچند که انفجار شده که بدبختا وعید خدا است که به جزا مبتلا میکنه، این نعمت خدا است، این هرگز کم نمیشود. بدگمانی کردن از زن آوری کفر باشد نزد خان مهتری. شخص وقتی که گمانی بد میبرد در حق نعمت خدا این کفر است. زان گدارویان نادیده زی آز آمدنی رحمت برایشان شد فراز. باز از روی هم سه چار پلید با رحمت خدای تعالی بسته شد در روی اونا. حضرت مولوی میگوید از ادب پر نور گشته است این فلک و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. تمام این اخلاق از روی ادب پر نور گشته است. ملائکه ها را بزرگیشون در چی است؟ با ادب هستند که معصوم و پاکند. شد زی گستاخی کسوفی آفتاب، شد عزازیل زی جرأت ردی باد. و گاه که آفتاب را میگیرد به خاطر همون گستاخیش است که بسیار نورپاشی میکنند. عزازیل شخص با دانش و با دانشمندی عزازیل همین شیطان لعین و بینه که برای جرأتش برای سرکشی و یاغی شدن از امر خدای تعالی رانده شدن شد، ردی باد شد. هر کی گستاخی کند در راه دوست، دشمن مردان شده نامرد است. هر کسی که در حضور خدا گستاخی میکنه، بی‌باکی میکنه، هر کسی که در مساجد خدا نام اولاد شو میگیره، هر کسی که در مسجد خدا والله یک بنده مؤمن دشمن حقارت میکنه، او دشمن مرد است، او نامردترین نامرد است. زیرا گستاخی را در نزد خداوند عالمیان میکنه. این پلید اگر در نزد یک رئیس باشد زبانش نمیگرده که دشمن حقارت کنه. پس این چی باقی است؟ خداوندی که حاضر و ناظر است از او باقی داشته باشی و در خانه خدا که محل عبادت است در زبان سخن قبح بیاری. امام ترمذی روایت میکند از عبدالله بن عمر رضی الله عنه قال النبی صلی الله علیه و سلم لیس المسلم بالطاعان ولا لعان ولا الفاحش ولا البذیء. حضرت رسالت پناه فرمید مؤمن حقیقی طعنه زننده نمیشود، مؤمن حقیقی لعنت گوینده نمیشود بهبوده و باهوده، مؤمن فاحش نمیشود، دشنام حقارت نمیگوید، به شرم و به حیا نمیباشد. پس از این نقطه نظر اگر نگاه کنیم بسیار ما و شما ایمانمون ضعیف است. مادام که چی جای کوچه وقتی در مسجد همدیگر را مینوازیم، بسیار یک بدبختی بزرگ است اولای سر جامعه اسلامی آمده است. پس ما ایستی اندیشه کنیم. آدم وقتی که یک عمل را میکنه اول باید اندیشه کنه که آخی خداوند میبینم، بگذار که مردم دیگر نبینم، بگذار که از اون شخصایی که من ترس حرام دارم یا که اونا را احترام میکنم از پوش اونا این سخن من مخفی است اما خداوند میبینم. مؤمن حقیقی باید اندیشه کنه که بگذار که فرزن خداوند متعال و خاطر ایمان اگر گناههای مرا بیامرزیده باشد اما همون شرم و حیایی را که من گناه کردم و خداوند مرا معاینه میکرد میدید کجا برم. یک بزرگ میفرماید با نفس همیشه در نبردم چی کنم، از کرده خویشتن به دردم چی کنم. مؤمن شخصی که ایمان حقیقی داره وقتی که یک عمل ناسزای از اون سرزد پشیمان میشود، توبه و ندامت میکنه. گیرم که به عوف درگذارد همه را، آن شرم که دیده است که کردم چی کنم. فرزن خداوند که مهربانه
همیشه رحمتش پیش غضبش است. اگر گناههای مرا بیامرزد، اما همون شرم و حیایی را که آخه من گناه میکردم خداوند میگه چیکار کنم؟ یک عملی ناسزا اگر کردی، یک برادر مؤمن اگر طلبی، هر وقت را ببینی ایزا میکشی، شرم میداری، از خداوند شرم نمیداری. خدایی که حاضر است، ناظر است، خدایی که تو را محاسبه میکنه فردا روز قیامت. استعیذ بالله و این تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. ای مؤمنان، اگر پنهان داره آن چیزی که در نفساتون است یا که آشکارش شده، خداوند شما را محاسبه میکنه. همه نزد خدای تعالی مکشوف است، همه آشکار است، چیز پنهان نیست. فیغفر لمن یشاء و یعذب لمن یشاء. بعضی ها را میآمرزد، بعضی ها را به عذاب گرفتار میکنه. تو را چی وادار میکنه که تو میکنی که مرا میآمرزد؟ مادام که از خدا شرم نمیداری، در مسجدش را محقارت میکنی، پس این بی‌باکیت از کدام حساب است؟ چرا بدبخت اندیشه نمیکنی که خداوند در برابر آن که رحمان است، رحیم است، غفور است، همچنین جبار است، متکبر است، شدید العذاب است، سریع العقاب است؟ چرا این طرف مسئله را اندیشه نمیکنی؟ از پی آن گفت حق خود را بصیر، تا بود دیدی و یک هردم نظیر. حضرت مولوی میفرماید که خداوند خدا بصیر گفت تا اینکه از دید او بترسید، مبادا شیطان یک وسوسه را در قلب ما انداخت، او را از خود دور سازید. از پی آن گفت حق خود را سمیع، تا ببندی لرزی گفتاری شنیع. چرا خداوند خدا سمیع گفت؟ تا اینکه از گفتار شنیع لب تا ببندی ای بدبخت. از پی آن گفت حق خود را علیم، تا نیندیشی فساد رازی بین. چرا خداوند خدا علیم گفت؟ تا اینکه در دلت نیت فساد نبری، زیرا که خداوند از قلب تو با خبر است. هر اندیشه که تو در دل داری، خداوند از او با خبر است. متاسفانه وقتم تمام شد، نفهمیدیم این صحبت ما ماند. انشاءالله هفته دیگر نوبت حضرت داملا است. بعد از اون اگر خدا توانایی رو به خداوند امر رو به نصیب و روزی رو دیده باشه، انشاءالله با صحبت دوام میکنیم. چی کنیم که آخی صحبت خدای تعالی انتها نداره. هرچند که کوشش میکنم که همین صحبت تا آخر تمام کنیم، تا همون خشیدن همون بدبخت کرونا بینه که هیچ نشده است. 4 ماه شد، 1 ماه شد، 4 هفته شد، لیکن انشاءالله از خدا امید داریم. غرض مقصد از جمع آمدن ما گوش کردن پند است، وعظ است، نصیحت است. ما امتی هستیم که به امر معروف و نهی منکر خداوند ما را در قرآن عظیم شان ستوده است. ما امتی هستیم که حضرت موسی علیه السلام وقتی که در تورات صفت ما را خوانده است، دیرش مالامالی حواس شد، از خدا حتی التجا کرد که اللهم اجعله من امتی، پروردگارا این امتی من بگردان. اما در جواب خداوند گفت که یا موسی تلک امت احمد صلی الله علیه و سلم. ای موسی این امت احمدی است. انشاءالله پس در هفته دیگه با صحبت خواهیم کرد. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم برادرای اهل اسلام. روز شریف آدینه را و این ماه ربیع الاول که ماه مولود جناب سرور عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است، از برای جمیع شما تبریک و تهنیت میگویم. راستی در بسیار مساجد جشن مولودی برگزار گردید. امروز در مسجد حضرت ایچان هم همون تجلیل جشن مولودی دایر شده ایستاده است. انشاءالله ما هم نیت داریم، امید داریم
که یک روز از برای مسجد ما هم تعیین میکنند. البته مولود نبوی را دایر خواهیم ساخت. همه مقدار الحال در ابتدای سخن از برای آن که یک بار دیگر خاطره اینه که حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و سلم که حیاتشون هم از برای ما مایه افتخار بدن، مایه رحمت بدن، حتی مرگشو از برای ما مایه افتخار و مایه رحمت هستند، بیاتون میرسانم. امام بزار با اسناد جید حدیثی را روایت میکند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. راوی حدیث عبدالله ابن مسعودند. حضرت نمربی حضرت میگویند حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم. ای مسلمانا، حیات من از برای شما یک خیر است، یک نعمت خداوندی است و مرگ من نیز از برای شما خیر و نعمتی است. اما حیاتی فإني أسن لكم السنن وأشرع لكم الشرائع. خیریت حیات من در این است که من از برای شما سنت ها را آماده و تهیه میکنم. حیات من، گفتار من، کردار من، فعل اطوار من همه از برای شما همش یک نمونه عبرت است تا که طبق آن عمل کنید، زندگی به سر ببرید. اما موتی فإن اعمالکم تعرض علی. اما خیر بدن مرگی من از برای شما این است که بعد از من هر عملی که شما میکنید به امر خدای تعالی در نزد من عرض کرده می شود. فما وجدت منها حسنا حمدت الله علیها. هر عملی نیکی که از شما ببینم نزد من بیارن عرض کنن که امتی تو یا محمد علیک الصلاة و سلام چنین اقدامی نیکی میورزن، با چنین عملی نیکی دست میزنن، من حمد خدا را میگویم، شکرانه پروردگار را میکنم از قبل شما. و ما وجدت منها سیئة استغفر الله لكم. و هر عملی که بد از شما سر میزند، هر عمل ناهنجار ناشایسته از شما سر میزند، وقتی نزد من عرض میکنند من از خدای تعالی طلب استغفار میکنم که پروردگارا این بنده ای تو را که امتی من است شاید که شیطان به وسوسه انداخته است و بگی بنده توبه میکنه، توبه این بنده را بپذیر. چنین یک پیغمبر مهربان و نازنینی داریم. گفت پیغمبر که روزی رستخیز کی گذارم امتم را اشکریز، من شفیع مذنبین باشم بجان تا رهانمشان ز اشکنجه گران. حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و سلم گفت من امت ما هرگز در روزی رستخیز تنها نمیگذارم که اشک در چشماشو حلقه بزنه، نمیگذارم که سرسان و سرگردان باشند، بلکه شفاعت امت کمری همت میبندم، برای گناهکارای امتم شفاعت میکنم، نزد خدای تعالی طلب شفاعت میکنم. عاصیان و اهل کبائر را به جهد و رهانم زین عذاب و نقض عهد. بخصوص عاصیای امت، کسایی که دست به عمل شنیع زدیان، حضرت میفرماید شفاعتی لاهل الکبائر من امتی. شفاعت من از برای گناهکارای امت، از برای اهل کبیره امت تخصیص داده شده است. اونایی که صالح هستند از امت من میگوید حضرت، اونا خود در مرتبه شافعی قرار میگیرن فردا روز قیامت. عاصیان و اهل کبائر را به جهد و رهانم از عذاب و نقض عهد. صالحان امتم خود شافعن، اما صالحای امت خود شافع هستند، از برای خیش اقربای خود فردا روز قیامت شفاعت میجویند. پس باید همه ما و شما همیشه علی دوام شکر خدا را کنیم، به خاطر که چنین یک پیشوای بزرگ به ما داده، به خاطر آن که ما پیروی حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اختیار کرده ایم، به خاطر آن که مایه افتخار و مایه سربلندی ما در دنیا محمد مصطفی صدر بدر عالم صلی الله علیه و سلم.
اکنون صحبت خدا ادامه میدهیم. یادتان باشه یک چند آیه را از سوره قصص نزد شما حل فصل میکردیم، یک دو آیش باقی مانده است. انشاءالله کوشش میکنیم امروز او را به اتمام برسانیم. قصه قارون بود اگر در یادتون باشه. در جای رسیدیم که قوم قارون ملامت کردند، سرزنش کردند که ای جاهل، این نعمتی که خدا برای تو داده است به او مغرور نگرد، در راه خدا او را صرف کن، کوشش کن که به فسق و فجور دست نزنی که خداوند مفسدان را دوست نمی دارد. در جواب قارون گفت استعیذ بالله، قال انما اوتیته علی علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. در جواب قارون به قومش گفت این خبری است که خدای تعالی از قارون به ما و شما بیان کرده ایستاده است. گفت ای قوم، این مال و ثروت من به واسطه علم خود، به واسطه کاردانی خود به دست آوردم، پس چرا من این را باید به فقیرا بدهم؟ پس چرا من از کسی دیگر منتدار باشم؟ مادام که من علم دارم، مادام که من کوشش کردم، ثروت داشتم. متاسفانه امروز اکثر ثروتمندا مثل همین قارون اندیشه میکنند و سخن میگویند که این مال و این ثروت، این جاه، این منزل ها را، این مرتبه ها را، این وظایف ما توسط علم خود به دست آوردیم، توسط دانش خود به دست آوردیم، توسط کوشش و غیرت خود به دست آوردیم. اینو فراموش کردیم که اگر رحمت خدا نباشد، اگر به شرط هدایت خدا نباشد، از بنده هیچ کار ساخته نمی شود. الحال ببینید آیا همین ثروتمندای ما عالمترین امت هستند؟ آیا اینا دانشمندترین امت یا از همه کارگرترین مردم هستند؟ هرگز نه. این یک مورد امتحان پروردگار است. خداوند بعضی ها را به فقر کمبغلی امتحان میکنه، بعضی دیگران را به ثروت و به مال و حال دنیا امتحان میکنه. آیا به علم زیاد انسان میتواند که اگر خدا نعمت به اون ندهد صاحب مال و ثروت شود؟ هرگز نه. حضرت شیخ سعدی میفرماید اگر دانش بر روزی در فزودی، زنادان تنگ روزی تر نبودی. اگر که سبب رزق روزی دانش و علم شد، از نادان دا باید آدم تنگ روزی تر نباشد در روی دنیا. به نادانان چنان ثروت رساند که دانا اندران حیران بماند. قدرت خدا را ببینید که به آدم نادان حتی شخصایی هستند که همون نام خودشون به زور نوشته میتونن، حتی حساب و کتاب عادی را کرده نمیتونن. او قدر مال و ثروت میته که داناها حیران میشوند که او وقت ای در مکتب میخوند این نام خودش نوشته نمیتونست، ای از کجا ای حیله و نیرنگ پیدا کرده است، این کمال و ثروت چی نوع اندوخت است. پس این نعمت خدا نیست چیست؟ استعیذ بالله و ما بكم من نعمت فمن الله. ای بندگان، هر نعمتی که در دست شماست، هر مال و دارایی که در دست شماست، همه از جانب پروردگار است. هر علم و دانشی که شما اندوخته، او قوه‌ای که در بازوهای شماست، همه از جانب پروردگار به شما هدیه شده. پس کورنمکی نکنید، پس قدر این نعمت خدای تعالی را بشناسید و بدانید. هر کسی که مثل قارون دعوا میکنه که این مال و ثروت، این مرتبه و منزلت من به واسطه علم خود، به واسطه دانش خود، به واسطه کوشش و غیرت خود به دست آوردم، پس او شخص ابله است، واقعا ابله است. این شخص است که نعمت خدا را نمیشناسد، یا دیده و دانسته از نعمت خدا میخواهد که چشم بپوشد. وقتی که شخص منعم نشناخت، وقتی که نعمت بخشنده را نشناخت، رازق نشناخت، چگونه از او امید میکنی که او عبادت صدقی داشته باشد؟ چگونه از او امید ایمان داشتن کرده میشود؟ البته که ابله میگرده، البته که جاهل میگرده، البته که بالای بنده های خدا ظلم و جور روا میبینه. خدای تعالی ثروتمندای امت به سیمت خزینه‌دار مال خود تعیین کرده است. تصور کنید که یک شخص مثلا در یک
خزینه یا که فرضاً در یک انبار مدیرش میگذارن و او باید که در نزد صاحب همون مال، خواه او دولتدار و پادشاه باشه، خواه حاکم و وزیر باشه، باید که از همون انبار حسابات بدهد. همین خیلی خدای تعالی در مال نعمتش ثروتمندا را همچون مدیر گذاشته است. فردا روز قیامت اینا یک تمام حسابا را میدهند. حساب خدای تعالی بسیار بسیار شدید است. اونجا جای میل نیست، جای محبت نیست، جای شناسبازی و رفیق بازی نیست. پس وای آنه که نعمت خدا را نشناسه، وای آنه که نمک خدا را بخوره و به نمکدان تف کنه، که خداوند هرگز او را نمیبخشه. خداوند قارونوار او را در دنیا هم خوار و ذلیل میکنه، فردا روز قیامت هم به عذابهای مدهش مبتلا میگردون. در همین دنیا خدای تعالی هر یک بنده خودش صدها مراتبه مورد امتحان قرار میده. یک قصه را که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند، هر سخنی که حضرت میگویند او قصه نیست، او علم است، او دانش است، او برای ما و شما یک پند است، یک اندرز است. بخصوص که این حدیث متفق علیه است، امام بخاری و امام مسلم روایتش کردند. براتون میخواهم بیان کنم تا خود قضاوت کنید که چه نوع پروردگار بندگان خدا به اون نعمتی که در حقشان عطا کرده است امتحان میکند. عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى. حضرت ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنید که حضرت فرمودند 3 نفر در میان بنی اسرائیل بودند. یکی ابرص اصلا بیماری مخوه میگویند، در بعض ترجمه ها پیس آمده است، اما ما همین کلمه پیس استفاده نمیکنیم به خاطر آنکه این مردم جاهل ما همه شخصایی را که اندک همو رنگ پوستشو عوض شده است گمان میکنن همو پیس است. اصلا پیسا به زبان روسی پرکازا میگن. پرکازا یعنی بیماری مخو است که گوشت بدن آدم آهسته آهسته ریختن میگیرد. یک بیماری بسیار بد است، سرایت کننده است. عادتا شخصایی که به بیماری مخو یا که در میان مردم با نام مرض معروف است گرفتار میشدند، اینا را از میان مردم میراندند، نمیگذاشتند که در بین مردم زندگی کنند. پس یک نفر از بنی اسرائیل به همین بیماری مخو گرفتار بود است. یکی دیگرش اقرع بود، یعنی کل بود. کل به این معنی نه که موی سرش ریخته باشد و آدم سرگشته باشد، در سرش خارش داشت. به زبان روسی پلیشیوی میگن. متاسفانه امروز اگر ما تا به زبان روسی ترجمهش نکنیم اکثر تاجیکای ما نمیفهمدش. و یکیش کور، فاراد الله ان یبتلیهم، خدای تعالی خواست که اینا را یک امتحان کند. این کار به خاطر آن کرد که برای ما یک پند شود، یک نصیحت شود.